درود شنوندگان گرامی، راغبان ادبیات، به توجه شما عزیزان، آثار مکمل یکی از شاعران حوزه ادبی عصر 19 بخارا، شمس‌الدین شاهین، تحت عنوان کلیات شمس‌الدین شاهین در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل بشنوید. گفتار 47. شناخت و بزرگداشت گذشتگان ملت یکی از عنصرهای افتخاری وطنداری به شمار می رود. از این رو اقدام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مورد رو آوردن به گذشته فرهنگ ملت در رابطه با درک مقام گذشته و امروزه تاجیکان در گسترش تمدن بشری شایسته تحسین است. دایره ادبی ختلان زمین در عصر 19 و ابتدای عصر 20 شاعران زیادی را به کمال رسانیده است. اکثر آنها در بخارا تحصیل کرده سپس به زادگاه خود برگشتند و به حیات ادبی ختلان وارد گردیدند. ناصح کولابی، حاجی حسین کنگورتی، رحیمی، حاجی محمود خواجه بلجوانی، ملا رجب، میرزا قدم مجرم راغی، مزراب خان خاطری و باز بسیار دیگران از آن جملند. این شاعران در رشد و تکامل ادبیات این دوره حصه بی‌نظیر خویش را گذاشته با آثار گرانبهای خود در بلند بردن ذوق معنوی اهل جامعه تأثیر مثبت رسانیدند. خبر دادن زید مجنون را از وفات لیلی و جان سپاری نمودن مجنون به جانان و سر خود را به پای جانان گذاشتند. گر باد توش نکرده خاموش، اینک من و داغ جوش در جوش. یا رب به حق خدایی خویش، بخشای به جان بنده ریش. این درد که داده ای دوا کن، وین سید که بسته ای رها کن. یا مرگ بده و یا که صبرم، یا برق فشان و یا که ابرم. بیچاره دلم چنان که دانی، دارد ز غمی چنین گرانی. نی هوش که پند من بگیرد، نی صبر که عذر من پذیرد. چون مهره به 6 در او فتاده، 6 ضربه غم به سر نهاده. بهبودی او که بر تو سهل است، بین ما که بر این عطیه اهل است. ناشکری اگر ز من فزون رفت، بر لطف تو بحری آزمون است. بر من منگر به لطف خود بین، شاهین چی بود که جرم شاهین؟ آن را که ببردی از بری من، چون تاج ربودی از سری من.
یا رب به کرم عزیز دارش، در صدری به هیچ ده قرارش. بپذیر گناه و رحمتش کن، بانوی سرای جنتش کن. از چشمه خلد ده رحیقش، حوران بهشت کن رفیقش. بسم الله اگر اجل کند عزم، پروانه نما مرا بدان بزم. در کف شکنی بساط آن ماه، این اختری نحس را بده راه. این شاخک از آن درخت مانده است، و از بخت بروی تخت مانده است. یا رب به کنار لطف خود گیر، و از شیره تربیت دهش شیر. نخلش بزرگوار گردان، آگنده به برگ و بار گردان. کز وی همه را کفی نماید، آید چیزی میوه چیزی سایه. ننهد اجلم چو اره بر سر، من نیز ز شاخ او خورم بر. بر آن همه کز تو خواست شاهین، باد از تو اجابت و هم آمین. در خاتمه کتاب گوید: صد شکر که شد پذیره این رنج، در سال 1305 سال 1887 میلادی. توجه کنید، صد شکر که شد پذیره این رنج، در سال 1305. در مدت یک ماه اندکی کم، این حسن رفیع گشت محکم. چون خامه سوار شد بر آهو، این کوه گران کشید بر مو. در یک جلوی کشید میدان، چونان که ز کعب گرگ پیکان. زین گونه سوادی ژرف اگر کرد، بر چشمه زندگی گذر کرد. گر زان که رود به خاک جسمم، باقیست از این نتیجه اسمم. بی فکر سخن سرود آن کیست، ناکشته درو نمود آن کیست. جز من که به چیره دستی طبع، بستم تلل زنو در این ربع. زان بیش به آب و گل زنم دست، این کاخ بلندی چرخ شد پست. بس کس که به نظم این فسانه، انداخت خدنگ بر نشانه. رفتند دو سه به سستگامی، دنباله خسرو و نظامی. هرچند که راه برگشادند، از راه فراتر افتادند. شاهین چو قدم نهاد در بین، گردید بر آن دو ثانی اثنین.
از گفته آن دو هیچ نگذاشت، الا که در این صحیفه برداشت. لیکن نمط به تازه انگیخت، سیما به دیگر به تلق آمیخت. این میس به هنر نمود اکسیر، که از آن زر و سیم شد قصبگیر. گیرم که زیاده زان دو هم نیست، گر نیست زیاده نیز کم نیست. گر گم شود آن دو نسخه از دهر، این نسخه بس است شهره شهر. این وحی که جبرئیل عقلم، از کرسی عشق کرد نقلم. زان سان قلمم به لوحش آراست، کز لوح و قلم غریر برخاست. گستاخ منی به حرفش انگوشت، تا در دمی دشنه نایدت مشت. این نسخه که ابرقیست محلول، از آتشی طعنه کی کشد طول. شعری که به این نمک بخوانی، گیرد نمکم اگر بدانی. ای آن که به پنجه افکنی 60، بار رقم ز 50 تا 60. بینم که به قدر آن چلافی، پشمینه و یا حریر بافی. شعر ارچه به خواندن است آسان، آن کس که بگفت می کند جان. تا خواندنی شعر و گفتنی او، فرق است عیان ز شعر تا مو. گر شیر همی خوری توانی، در موی شکافتن چه سانی. تا کی به سمند می دهی دم، کین حرف نظامی است و خسرو. آن وی است تو ز خود گوی، گرد از رخ خود به آب خود شوی. زین بی خردی بود فزونتر، گر جای روی به پای دیگر. حیف دیگران از آن ما نیست، بگذار که قصه فلانیست. چون پوست نداری ای سقط زیست، در پوست کس فتادنت چیست. خاکم بسر این چه گفتگویست، وین رای چی رای در چی رویست. ای نفس مگر غمت شد از یار، کارت به ستایشی خود افتاد. غم را چی به دستی کم گرفتن، ونبانه خود بدم گرفتن. برباد شدن به چشم کس چی، وانگشت زدن به چشم کس چی. تا چند به خود اسیر گردی، شاهین نشده اخیر گردی. حاسد بهلر بدی تو گوید، وان کاه که دانه چی جوید. تو خود ثمری به نیکنامی، در پخته شرر منی به خامی. زین نامه چونیست نام مقصود، از آتش کهنه باز کن دود. این نامه به نام غم کشیدم، بر نام طرب قلم کشیدم.
یک یک به سرودی شعری موزون، دادم غم دل ز سینه بیرون. روزی که من این لطیفه بستم، زین مهره رواج دور شکستم. اقبال به گوش هوش بشنوفت، بشکست خجسته کاری وی گفت. چون عقل به حرف او روان دید، تاریخ تمام از او عیان دید. آن را که بر این ورق فتد میل، گردید سقط بگسترد ذیل. در وی چون ایثاری من نماید، بر من نه به یاری من نماید. زحمت نبرد به دعوتی خاص، کالحمد کفایه است و اخلاص. منظور سوره فاتحه و اخلاص است. توجه کنید. زحمت نبرد به دعوتی خاص، کالحمد کفایه است و اخلاص. تا هست ز دور آسمان یاد، این نسخه به یادگار ماند. مثنوی تحفه دوستان. مرا شکوه پایان ندارد گذار، که خود شکوه بحری بود بی کنار. کسی همچو من اور و مفلس مباد، نخستین طلا وانگه مس مباد. به کیوان اگر چند الفت مراست، چو کیوان بروخ نیلی نکبت مراست. ز روی زبان مهربانی کنند، ولی کینه های نهانی کنند. به رحمت ستایند من در حضور، که در چشم دانش جز او هست نور. ولی موریدی کینه چون دشمنم، بله دشمنی مرد نادان منم. مرا دل به غم بر سفیل چنان، که دانا همان است و نادان همان. نداند تفاوت سفیه از فقیه، کدام است پنبه چی سان است مه. اگر شیر بخشد نشاند به خون، وگر برفرازد کند واژگون. شنیدم جوانی گنه کرد زیشت، تقایی به خونش رقم در نوشت. جوان گفت نبود تو را حد آن، که بر خون مردم نویسی نشان. تقا گفت نشنیده ای این سخن، که بار گوهی خال باشد جیان. جیان گفت گیرم چنین است حال، تو خود گوه خیش خورده است خال. فغان کین حریفانی کین آزمای، به مهر اندر آرند خلق ز پای. چو فرزند از آنت
همی پرورند که چون گربه فرزند خود میخورند. از این قوم امید یاری خطاست، که از دشمن امیدواری خطاست. از این فرقه دامن کشان درگذر، چو بنشستی از غرفه افتی بدر. مرا بین و برزند به غیرت دهول، پس آیندگان راست پیشین پول. از آن روز زگیتی شکایت زدم، زگیتی شکایت بغایت زدم. که دستور باشد به آیندگان، به ابنای گیتی ستایندگان. که این شیوه دامی بود صیدگیر، که گر شیر افتد درو گو بمیر. در این دام عاقل نیفتد بجاست، چو افتد مجالی تپیدن کجاست. از این دامی بیدانه دوری گزین، سری خویشتن جای دانه مبین. من ادبار دیدم تو فیروز باش، ز احوال من عبرت آموز باش. در آفت زبان و زحمت بیان گوید. زبان سرخ خزان است، کان آتش است. بپرهیز کین آتش آدم کش است. بر این آتشی فتنه کابش هواست، خدا را دلیری نمودن خطاست. زبان با تو آنها که آموختند، تو را آتشی بر سر افروختند. چو معلوم شد با تو اینک زبان، بود پاره آتشی در دهان. تو در حفظ این آتشی تند کوش، خموش و خموش و خموش و خموش. مزندم لب از حرف بر هم بینی، هوا را بر این شعله مدخل مدی. چی کرد آن که سوسن زبان برکشید، مگر بر سری خویش خنجر کشید. زبان چون به کامی خود اندر نهفت، گلی آرزو غنچه را برشکفت. سخن گر ز دل بر زبان آوری، چنان گو که گنج ز کان آوری. ز 30 دانه دندان تفاوت بکن، چنان دان که بی پایه دارد سخن. زبان را بسی پایه بایست گشت، که حرفی تواند برو برگذشت. سخن سنج را گو به اندازه گوی، توانی مکرر مکن تازه گوی. به نادان خموش و به دانا سرای، که آن خیره روی است و این چیره رای. شکایت مکن از بزرگان دین، مخوان آسمان را به غفلت زمین. به شاهان سخن
از سری کین مگوی، تذروی تو پرخاشی شاهین مجوی. تو را گر حدیثی من از یاد رفت، بدانی سری آن که برباد رفت. بیندیش چون حرف نازک رود، که لغزد بگیل آن که چابک رود. مکن صحبتی پادشاهان طمع، که هم زر به غارت رود هم ورع. چرا روی حاجت نهی بر دری، که ناخن نبخشد ز خواری سری. اگر چند در بحر باشد گوهر، بود لطمه موج از آن بیشتر. ز موجش بیندیش و گوهر مجوی، که گوهر به قعر است و موجش بروی. چنان دان ز شاهان تمنای میر، که اختر به زیر آوری از سپیر. مشو غره کافسون به عهدت دهند، اگر ماه باشی به مهدت دهند. گرفتم کز ایشان نداری گزیر، به گفتن بیالای شکر به شیر. مگو نکته کان جدل آورد، به بنیاد عیشت خلل آورد. تو چون روبهی پادشاهان چو شیر، مزن پنجه بر روی شیران دلیر. زبان را مکن همچو شمشیر تیز، به شمشیر خود خون خود را مریز. زبان را گره بر گره برفکن، فکن تا که سربسته آید سخن. سخن را چو سربسته گویی سزاست، که از بد به نیکش تصرف رواست. چو در حرف زشتت تصرف بود، مخور غم که جای توقف بود. شنوندگان ارجمند، شما گفتار 47 را از روی کلیات شمس‌الدین شاهین در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردان گفتار شیرعلی نغزلی، صدابردار کریم طالبوف. تا برنامه‌های دیگر، روح بالیده، خاطری جمع و تندرستی تمنا می‌کنیم.